ببین، همه نتیجه رو میبینن ولی کسی نمیدونه پشتش چه داستانیه. خب میدونید بهداشت از همه چی برای من مهمتره. اگه اینجا تمیز نباشه خب کل کار به فناست. پس همه چی باید برق بزنه. میزم و شروع میکنم به چیدمان. این قسمت شاید خیلی ساده به نظر بیاد ولی باورتون نمیشه نصف سرعت اجرا از همین چیدمانه. میرسیم به استنسیل که من از پرینتر استنسیل استفاده کردم. شما میتونین هم از استنسیل دستی استفاده کنین هم دستگاهی. برای انتقال طرح اگه از مایع انتقال‌های ژله‌ای استفاده میکنید خیلی مقدار کمی بزنید که استنسیلتون پخش نشه. تو قسمت استنسیل دقیقاً باید مثل یه اسنایپر عمل کنید، تیز و دقیق و آروم. یه ذره بالا پایین بشه طرحتون به هم میریزه. من با دستمال فیکسش میکنم، یکم هم با فن خشکش میکنم که عمر استنسیلم بره بالا و از یک گوشه به آرومی جداش میکنم. هر چقدر استنسیلتون خشکتر باشه دیرتر پاک میشه و عمر استنسیلتون میره بالاتر. میرسیم به قسمت مورد علاقه تتو آرتیستا، انتخاب سوزن. هر طرح سوزنای مخصوص به خودشون میخواد. حواستون باشه انتخاب اشتباه مساویه با فاجعه. و جوهر نازنینمون رو خوب تکون میدیم. دقت کنین رنگ ها چون چند فاز هستن حتما باید خوب میکس و یک دست بشن. داخل کپس میریزم. حتما سولوشن نازنینم هم لحاظ میکنم چون میخوام رنگم روشن بشه و سایه های فید و عسلی بزنم. سوزن رو دستگاه هم نصب میکنم. دستگاه قلب ماجراه و اونجاست که همه چی آماده است و بهتون میگم بزن بریم. واقعا منتظر اجرایی؟ نه، اون یه قصه جداست. تو پارت بعدی میبینمتون.